اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون گشتین جودوی جمهوری با نشر یک نامه تسلیت در رابطه با درگذشت عوضخوجه دولتوف سرپرستی دو فرزند او مونیس و ابوبکر دولتوف را که از امیدهای ورزش تاجیک به شمار می روند برای عمرباد به دوش خود گرفته است. در این نامه تسلیت که اسماعیل محمد ظاهر می نویسد: ما اما سوی خداییم و به سوی او برمیگردیم. در این مصیبت همدرد شمایم. از دست دادن پدر در هر سن و سال مصیبت وزنین است. ما پدر شما را همیشه همچون مرد جسور مهربان در یاد خواهیم داشت. برابر شما اندوهگینیم، طوری که من به پدر شما وعده داده بودم تا آخر عمر خود سرپرست شما خواهم شد. بدانید که من همیشه در کنارتان هستم. اسیله رحمت خداوند هیچگاه ناامید نشوید. عوضخوجه دولتوف که در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد هفته گذشته از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ او چیزی گفته نشده است. عوضخوجه دولتوف برای تربیت فرزندانش زحمت زیاد به خرج داده بود و فرزندانش مونیس و ابوبکر دولتوف ها با آنکه همگی 8 و 9 سال دارند، یکی در مسابقه های بین المللی جوی جیتسو 66 مدال و دومی 59 مدال به دست آوردند و از حالا آنها را ستاره های آینده‌دار این نوع ورزش نام میبرند. اسماعیل محمد ظاهر نبیره کلانی پرزیدنت تاجیکستان از دختر کلانیش فیروزه رحمانووا و داماد یکمش محمد ظاهر صاحبوف بوده شرکت تجارتی IM گروپ و همچنین تالار ورزشی حاجی شریف را میچرخاند. او قبلا هم با کارهای خیر خود و سرپرستی یک تعداد از ورزشگران و هنرمندان تاجیک معروف شده بود. در پایان سال 2022 اسماعیل محمد ظاهر به جای نورالله لایقوف پرزیدنت فدراسیون گشتین جودوی تاجیکستان انتخاب کرده شد.